اینم خدمتتون عرض کنم که یه کمد بیشتر برای لباس و اینا ازش استفاده میکردیم، حالا چیزای دیگه هم خوب قطعا میشه گذاشت. اینم که حالا جا جورابیه بیشتر برای ما مصرفش این بود. بعد خدمتتون عرض کنم که و بعد اینجا اگر از این بر باز کنم مشخص میشه این یکی از منبع آسمان. 2 تا منبع 100 لیتری اینجا داشتیم که اینجاست و یکی هم اینجا. بعد این هم خب بالاخره یه قسمتی از 2 تا روش میشه یکی از قسمت های تخت دیگه. بعد اینجا هم که بقیه تختمونه، زیر این قسمتش اینجاش که ادامه اون خدمتتون عرض کنم که منبع است، و اینجا هم که یه باکس حالا بد نیست، یه چیزایی جا میشد. و بقیه هم که اینجا تختمونه که اینجوری بلند میشه، پایه هاش می اومد بالا و خواستم این قیمت تختمون این حالتی به خاطر این قد من و اینا اینجوری طراحی کرده بودیم. و دیگه اینا هم پنجره، یه پنجره فقط اینجا باز گذاشتیم، بقیه رو همطوری که میبینید بستم و حالا تو بعدی نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اینم نمای بیرون شرط اول فیلم بود که خدمتتون عرض کنم که حالا بتونم برم بالاش هم یه نگاهی بکنید. اینجوری تخته‌ای گذاشتیم برای نشستن و خوابیدن حالا یه موقعی و اون 2 تا هم پنجره‌اش. و اینجا هم که حالا شاید از اون ور خیلی مشخص نبوده جای منبع‌های آب. 2 تا 100 لیتریه که جمعاً 200 لیتر آب داریم و اونم که پنکه دستیه که نصب شد ولی استفاده نشد. این نمای کلیش از لحاظ طراحی شاید حالا خیلی زیبا به نظر بیاد، ولی خب یه ایراداتی هم مطمئنا داره که حالا وقتی باز میکنیم ایراداتش مشخص میشه، باهاتون در میون میذارم.